خوب باشه. این ویدیو سومین ویدیوی مربوط به متن درس سوم از عربی دهم هست، پایه دهم هست. ما در ویدیوهای قبلی تا اینجا از ابتدا تا هذه الامطار الشدیده these یا those heavy rains رو صحبت کردیم. حالا میخوایم در ادامهش فوجدوا ان اکثر الاسماک المنتشره علی الارض من نوع واحد، اینو میخوایم در موردش صحبت بکنیم. ابتدا معنی بکنیم فوجدوا ان اکثر الاسماک المنتشره علی الارض من نوع واحد. پس یافتند، پس یافتن اینجا یعنی فهمیدند، نه اینکه یه چیزی گم شده بود پیداش کردن. این سر بود که نمیدونستن، یافتند، فهمیدند که ان که اکثر الاسماک، اکثر ماهی ها، بیشتر ماهی ها، اکثر الاسماک المنتشرة علی الارض، اکثر ماهی های منتشرته یعنی پراکنده شده روی زمین، علی الارض، من نوع واحد، از نوع یکسان، از یک نوع بودن. پس فهمیدن که اکثر ماهی هایی که در اون باران ماهی افتاده بودن از یک نوع بودن. برای اینکه ما بتونیم این رو بیشتر بررسی بکنیم، من در اینجام نوشتم براتون، ولی فعلا همینجا بمونیم. فوجدوا، خب عرض کردم قبلا هم در قسمت قبلی در اینجا فارسلو گفتم، ف به معنای پس، بعد ارسلو. اینجا ف پس، اینجا پس به معنی در واقع بعد از اون هست. به انگلیسی میتونیم به این رو، این در واقع ف رو معادل then بدونیم. then در بله، در انگلیسی میتونیم این رو معادل، این ف رو معادل then. وجدوا ان اکثر الاسماک المنتشره علی الارض من نوع واحد. ان که that، تو انگلیسی ما میتونیم این رو that معنی بکنیم. اکثر الاسماک المنتشرته، حالا اینو بخوایم انگلیسی بگیم یک کم حالا سخت میشه، فعلا نمیگم. اکثر الاسماک، ببینید اکثر الاسماک یک ترکیب اضافیه. اکثر ماهی ها، به خاطر همین در واقع ساختار حالت مضاف الیه داره. به خاطر همین الاسماک مضاف الیه اکثره میشه و به خاطر همین مجروره، و چون اسماک اعراب اصلی میگیره مجرور بودنش رو با کسره در واقع مشخص میکنیم. اکثر الاسماک المنتشرته، المنتشرته صفت هست، صفت هست برای اسماک، ماهی های منتشر شده، ماهی های پراکنده شده. المنتشرته گفتم صفت هست برای اسماک، بنابراین در اعراب تبعیت میکنه از اسماک، و اسماک چون مضاف الیه بود مجرور بود، المنتشرته هم، المنتشره هم باید در واقع مجرور باشه، و چون اعرابش اصلی هست کسره میگیره و میشه المنتشرته. حالا چرا ببینید المنتشرات یک کلمه مفرد، یک صفت مفرد و مؤنث هست، در حالی که اسماک ماهی ها جمع هست. قبلا عرض کردم در ویدیوهای قبلی که در عربی قاعده اینه که جمع غیر انسان، میگن غیر عاقل ولی همون غیر انسان منظورشون، در حکم مفرد مؤنث در نظر گرفته میشه. یعنی جمع غیر انسان حکم مفرد مؤنث رو داره، بنابراین صفتش هم که باید از نظر جنسیت و تعداد با موصوف برابری کنه، مفرد منتشر و مؤنث منتشره هست. و حالا چون تای در واقع بخوایم با حرکت بخونیم المنتشرته تلفظ میشه. اما بخوایم
بهتر بررسی بکنیم میگیم خود عبارت المنتشرت علی الارض حکم یک عبارتی رو داره که نقش صفت داره. ماهی های پراکنده شده روی زمین. عبارت پراکنده شده روی زمین کلا میشه یک عبارتی که نقش صفت داره برای الاسماک و چون علل ارض برمیگرده به المنتشرات منتشر شده روی زمین، علل ارض برمیگرده به المنتشرات، کل عبارت علل ارض میشه اعرابش میشه مجرور و ارض میشه در واقع کسره داره. چرا؟ چون به حرف اضافه علا اومده و بعد از حرف اضافه کلمه‌ای که میاد مجروره و الارض اعرابش اصلیه، یعنی ا او اینا میگیره، تنوین اینا میگیره و شده علل ارض. پس ان اکثر الاسماک المنتشرة على الارض من نوع واحد. من حرف اضافه است، از نوع واحد. واحد صفت برای نوع، از نوع یکسان. به انگلیسی میتونیم بگیم که of the same kind. مثلا میتونیم بگیم of the same یعنی یکسان، kind یعنی نوع. ببینید در اینجا میبینید که نوع یک کلمه مفرد هست و صفتش هم مفرده، از نظر جنسیت هم موصوف و صفت با هم برابری میکنن. اینجا چرا موصوف و صفت اگر از نظر تعداد با هم برابری نمیکنن؟ چون این جمع غیر انسان هست و مفرد مؤنث در نظر گرفته میشه و المنتشرته هم مفرد مؤنث هست. حالا اگر بخوایم بریم همین رو انگلیسیش بکنیم، فوجدو then، فوجدو یعنی یافتند، they found that ان اکثر الاسماک most of the fishes. اسماک fishes سمک یعنی ماهی، فیش یعنی ماهی، اسماک fishes ماهی ها. المنتشره میتونیم بگیم distributed یا fallen distributed یعنی توزیعی شده، fallen یعنی افتاده. درست المنتشره به معنی افتاده نیست، نمیتونیم مثلا ترجمهش بخوایم برای سلیس بکنیم بگیم fallen. عذرخواهی میکنم اینو من اشتباه نوشتم. then they found that most of the fishes distributed on the earth من نوع واحد. اینجا بودند رو نگفته، از یک نوع هستن. بخوایم انگلیسی معنی کنیم میگیم که were of the same kind. kind نوع و واحد میشه same. ببینید اینجا علل ارز، الف و لامی که ارز داره، اگر بتونم بگیرمش، این الف و لام معرفه هست. حالا بچه‌هایی که یکم اطلاع دارن این رو به این رنگ و این the earth با این برابری با این برابری میکنه. الارض میشه در واقع زمین، به انگلیسی میشه earth. این رو این رنگی کنیم و ببینید they آنها توی فوجدو اینجاست، توی این میشه در واقع نشانه they هست. فوجده وجدا وجدو
اکثر الاسماك most of اکثر most of اسماک ماهی ها. الاسماک the fishes دیدید